سلام بچه ها، حتما سوالتونه چرا این آب شناور مونده و قراره من بهتون یاد بدم چه شکلی این آبو درست کنین که شناور باشه. نه بذارم بهتون یک چیز دیگه هم نشون بدم که مطمئن شین. ببینین اینجا اصلا هیچ آبی نیست، بریم پایین تر راه روندن بسا خودمون فکر کنم راه میریم، دیدین فقط این رو آبه. حالا بهتون نشون بدم اگر جاهای یخی بودین خب بیشتر بعد جاهای صاف کنین، چون که ردستون به جاهای یخی نمیکنه، یعنی نمیاد پایین. حالا من چیز کردم شاید هم بکنم، من نمیدونم و این مواد هم با همین اینایی که دارین میبینین. حالا بجز کرن یه دو 7 نواده، 7 تا فقط. هی بریم یه جای صاف اول پیدا کنیم. ببخشید بچه ها، اونجا بهتون میخواستم نشون بدم. اینجا اوکیه، اینجا بچه ببینید اول میاییم پورتال نده اینجا، خب میکنیم تو میذاریم خب به اندازه 4 تایی درست میکنیم. 4 تا یعنی این پایین میذاریم، بعد درست اول میکنیم پورتال نده رو. بعد درست کردن آتیش رو میزنیم. نه آتیش رو حالا نزنیم، چون که ممکنه باید بریم پورتال ندر مثبت بشه، چون که بعد اینا رو اینجا میذاریم، بعد اینا رو اینجا میذاریم، در همین شکلی که گفتم بذاریم تا این دوتا کار کنه. بعد دو تا از اینا میذاریم، بعد میریم یکم عقب تا نریم پورتال نده. بعد اینجا ببخشید بچه ها، بعد آب میذاریم، زیاد آب میکنیم، بعدش میایم این دوتا رو روشن میکنیم. حالا سمانی این نداره، میبینید آب از توی تلت نشده. خب من نمیدونم چی شد. چی شد؟ بچه انگار یه کاری سسته انجام دارم. بچه یه دقیقه صبر کن، ببخشید بچه ها، نمیدونم واقعا این چی شد. چه حاجی بچه یه دقیقه اینجا رو خالی کنم. ببخشید بچه ها، این روز آخه ما انا بیرونیم، دارم براتون ویدیو میذارم. خب سیسه ها رو بکنیم. اصلا بچه بیان یه جای دیگه بیدارش کنیم. این کارا یکم اینجاست، این کار سخته آخه. آواز یه جای دیگه. آها اینجا انا بهتره، اینجا رو میکنم خوشگله. خب همون کاری که گفتم بکنیم. بعد 4 اینقدر بیایم بالا، نه یه دو دیگه بعد اینو بزنیم. اول باید خب یه پورتال ندر درست کنیم دیگه. حالا میتونی یه کارهای دیگه هم کنیم. سیسه ها رو میذاریم، اینا رو میذاریم، بعدش ردستون رو به این خارت میذاریم و کنار همتون باشن. خب بعدش اینا رو میذاریم و بعدش آتیش رو میزنیم، بعدش هم آب رو میاریم، بعد آب میزنیم. خب انا اینجا یه اشتباهی شده، بخشت یکم من خالی کنم. این خالی شد، انگار اینا یه کمی شد ببخشید کم سخته. خب اینو درستش میکنیم. بعد انا که اینجا آبه میایم این دوتا رو میزنیم. خب بعد که اینو زدیم میاییم انا هم پورتال ندر رو اینو خرابش میکنیم. حالا بذار بخوام بهتون نشون بدم که صاف مونده. چه دیدی انا صاف مونده بدونی که هیچ براکی زیرش
ببین قصدن کنده تو. ببینی من دارم راه بشم. ببینی من دارم راه میرم. مثلا این یکی هم دیگه بکنم. ببین دیدی؟ دارم راه میرم. آبم اینجا نیست. بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره ها. ببینی من چه ترفنده خوبی یاد میدم. آب تو هوا شناور کردم.